داستان زندگی کوروش هخامنش. کوروش پادشاهی بود که 3 امپراتوری بزرگ ماد، لیدیه و بابل رو ساقط کرده بود. ولی آیندگان فراموش نکردند که کوروش هیچ کدام از 3 فرمانروای آنها را، نه آژیدهاک، نه کرازوس و نه نبونعید را نکشت، بلکه به تبعید آنها بسنده کرد و حتی برای آنها زندگی شاهانه‌ای فراهم کرد و این رفتار در جهان باستان و حتی جهان مدرن بی سابقه بود. کوروش پادشاهی بود که در نزد بابلیان برگزیده خدای مردوک بود. در نزد یهودیان مسح شده خداوند و مسیح اونها بود و پارسیان کوروش رو پدر ایران زمین می دونستند. داستان زندگی کوروش، فخر ایران زمین که به راستی تاریخ در این وسعت امپراتوری پادشاهی همچون او به خود ندید.